کسی از جاش نجنبد. نزدیک نشو. سینو گذار و جایت گذار. ایسته. بس کنید سینون. گذار. خواهید میکنم نبارم رو. این طرف گذار. سینون تو کاردار نشو. سینون تو کاردار نشو. سینون نجایمی. پرانم گفتم. کاردار نشو. نبرو رو سینون. تو کاردار نشو. سینون برو. دف شو. با من رو برو نشو. کچه رزیل، کچه خاین، گذار به این طرف. گذار کچه خاین. بزانو گفتم بزانو گفتم کاری سینون نم از اینجا دف شو. گم شو از نظرم. نفهمی دف شو. دکتر یبلا رزیل تو ما رو فروختی. تو را یک لحظه هم زنده موندن ممکن نیست. خواهیم که چی بدبخت. کلمات را عرضه کن. کلمات را عرضه کن گفتم. گوی زودتر. زودتر با چی گفتم زودتر. این زودتر 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 خود را گرفت. با دقت باشد بچه ها. با دقت باشد. با دقت باشد. نفست خلای سینون. مشته را حمایت کنید. مشته بر این خواهیم را. زودتر زودتر. مشته را حمایت کنید. زودتر زودتر. پرانه پرانه. با دقت باشد. کودکان را احتیاط کنید. احتیاط کنید. کنید احتیاط باشید. پران میگویم. من برای شما میدیم زینل خوی. ایست. مرو سر به مجده. نه کجا سینون مرو میکشد. اگر نگریزم مرو میکشم مجده. ایست. با خدا او مرو میکشد مجده. من مردن نمیخواهم. باز یک چند زخمی ها هستم. مراد میمورم مجده. خونی بسیاری رفته است. حالتش بسیار وزن است. کجا ایست. ایست. مرو پراندن میخواهم. اگر سخنانی مادر درست باشد و حتی یک مورچه رو کشته نمیتوانی برفی. ایست کجا گفتم. اکنون سینون مرو میکشد. دف شو. دکتوری ابله. دکتوری پلیس. دف شو. از اینجا رو زود. مادرم رو بسینم. این زن رو گیرو. دف شو زود. به مادرم باید اونجا نمیرم. ابله با اونجا دار آمدی دیگر نمیبرایی. تو مادرم رو نگیرم نمیرم. نمیرم سینون. رو بکار. دف شو. اگر نه تو رو زنده نمیگذارم. شما هم پرانه نیستید. میمیریم و تسلیم نمیشید. آنها رو نیست نابود میسازید. پرانه. زودتر. نه پرانه. نه پرانه. راهی زیلون میایم. نه پرانه. نه پرانه. نه پرانه. نه پرانه. بس کنه. رفتیم بیسرم. رفتیم. زودتر. پراندم را دوام ده. کجایی؟ چینه؟ پرانه. وقتی که سینون و آدمانش از یه رفتن ما فهمیدیم که آنها آگاه شدن. زود به اینجا آمد. کاری خوب کردید. خدا از همتون راضی باشه. خدا از تو هم راضی باشه. من با شما نهایت گفته بودم. چی ها میگویی؟ چخیل نهایت. مگر این خیل میشود. زینب رو نیافتی بیسرم. زینب در اینجا نیست. پراندم را بس حفظ. کچه آمد. کچه آمد. پراندم را دوام دیگه. پرانه. کچه احوالت خوب است. زودتر از اینجا رویم. برمیگردیم.
حتی مادرم رو نگیرم از اینجا نمیرم. میروی پسرم. پسرم چاره‌ای دیگر نداره. آنها از ما زیادن. آقای حامید راست میگه. رفتیم پسرم. برمیگردیم پسرم. به مادرم نمیروم. من هم برفینم را مونده میروم. خودت اینجا ایستاده ای که ایلاجی دیگر نداریم. بیا رفتیم. زودتر بده خبر بگردیم. برادرم بده خبر بگردیم. خائنونی کسان شهر گریختن گیرید. حالا میبینید. بچه‌ها بچه‌ها اینجا بیاید. زخمی ها را از اینجا گیرید. دختران در کجایند؟ به اینجا بیاید. دختران زودتر باشید. آدمانمون یارادار شدن. آنها را تبابت کنید. زودتر. اطاعت سینان. حاضر همه‌شان را میگرونه. یک دمیز. زودتر نزدیکتر بیا. با من گوش کن. از نزد غار یک قدم دور نمیروی. اگر مادری دختر گریزد تو را زنده نمیمانم. روا کن. زودتر. صحت میشوی. طاقت کن. صحت میشوی. او رو هم پراندم. جراحتش وزنی است؟ نخواد. کچه در کجاست مجده؟ کچه کجاست مجده؟ از تو میپرسم. کچه در کجاست مجده؟ سینان کچه گریخت. چه؟ گریخت؟ چل گریخت؟ ابلا گبزن میگویم. گبزن چشمت در کجا بود که او گریخت؟ وقتی که مراد زخمدار شد با هم مشغول شدم. بگو چی؟ دیگر میرم. خیلی جایم. خیلی راه گرد. تو را میکشم. راه گرد ابلا راه گرد. حتی با مردن هم نمیارزی. بچه ها باش. زودتر آیین. با این طرف گذار گفتم. با این طرف چنان التجا میکنم منو رها کن. به نزد پسرم ندارم. دم شو. زنی ابلا. دم شو. سلاح را با من ده. اکنون خودت دفع شو. گرین سلاح را. او را در اینجا پاسبانی میکنی. اگر باری دیگر خطا کنی تو را نیست میکنم. آتش میزنم. فهمیدی؟ آیستا آیستا در گذاره. رویش را پوشید. چرا نگاه کرده میستید؟ نمیبینید که مردند؟ برده آنها را گرانید. زودتر. مرده ها رو نشوزه چطور میگرونیم؟ به دعا و جنازه؟ چکل دعا چکل جنازه ابله. تو چه میگویی؟ سینا خوبم را گیر خاموش. تا امروز چطوری که گراندید باز همانطور میگرانید. روید. دم شوید. شما باشید. رفته با زخمداران مشغول شوید. الو توی بلا سرم موج نیست. حالا ایست دکتر. همه این بلاها را تو به سرم آوردی. نمیدانم که چرا سردارانم تو را حمایه میکنند. با من میبود تو را زنده نمیماندم. کایها خوراکی کرما میشدی. دیلو لبای با بیماردا رو گذران. مایلش آقای طاهر. اگر خواهید با کل بچه‌تون رفته استراحت کنید. نمیخواهم دیلو. آخر حالتون خوب نمی نموید. خوبم. کچه در کجاست خاله زیلال؟ در خانه من پسرم خسته می نمایی. رفته کمی استراحت میکردی خوب میشد. با من دیگر هیچگاه استراحت کن نگوید. فهمیدید؟ چی شد خاله زیلال؟ نمیدونم دخترم. با من دغلی کرد و رفت. با من همچنین کرد. برای مادرش غمگین است. انا دکتر اومد. مجروحان چه حال دارند؟ دکتر مجروحان چه حال دارند؟
همشون خوب بشوند انشالله. شکر. رئیس حالا هم از دو خبری نیست. باید زود به سربازان زنگ زنیم. خودت میدانی که تلفن کار نمیکنه دکتر. هر وقتی که ما به سربازان زنگ زدنی شویم تلفن شما از کار میبراید. من چیکار کنم؟ از کار برآمده است. تو هم به یک جای زنگ میزنی که در اینجا چی رو انتظاریم؟ در کجا بودنی مادرم معلوم. بیاید همه یک جای رفته او رو نجات دهیم. تو رو میفهمم، لیکن این آدمان زن و فرزند دارم پسرم. راست پسرم، خدا نگه داشت و ضرری زیاد ندیدیم. آقای زین الحق است. اگر از بینشون یکون کس شهید شود آیلک رو کتابی میکند داماد. نادرست نفهم پسرم. بله پسرم، زن و فرزندانشون به سرپناه میمانند. من بر شما چند مرتبه گفتم که بر ضد تشکیلات مبارزه بردن اهل دهت بیعقلی است. راست میگویید، من حق نیستم. حیات اینقدر آدمان رو زیر خطر گذاشتن درست نیست. بیچاره خیلی زیر شد. کاش از دستمان می آمد و با او کمک میکرد. نمی آید. پراکنده شده به خانه های دوره. خیرت اینقدر تلفاتی زیاد نداده بخوابید. حق شد که پسرم گریه نکن پسرم، گریه نکن. مادرم در دستشون است، چی تر گریه نکنم؟ شما چرا اینقدر برای دل برداری میکنید؟ گریه نکن پسرم، استراحت کن پسرم، بادی خیر باش پسرم. برای چی با من مثل کودک رفتار میکنید؟ شما دایم او رو به یادم میارید. آخر شما مادرم نیستید خاله زیلال، نیستید. مادرم هستم پسرم، اما مفتدم نمیتوانم. نمیتوانم. گفتم که پسرم، تو را به جای پسری مردم برات گذاشتم. مهرم به تو برای همین است. خاله زیلال، خاله زیلال، خاله زیلال. داماد پسرم، ما به خلاصه آمدیم که سرداران ده رو جمع کرده به نزد جناب سبا رویم. به یگان خونریزی این مسئله را حل نمودن لازم. حاضر به نزد جناب سبا می رویم. بیایید رفته این کار را زود حل کنیم. رفتیم زودتر می رویم. رفتیم. برای دام گذاشتن سنان. سیاد اسیری سید خود شد. برمش دکتر گناهکار، دکتر مثل مار است. اجازه دهید که او را نابود کنم. نمیدهم سنان. چرا او را کشتن ممکن است؟ او خودش کیست؟ این آدم کیست؟ سوال نده سنان. سردارانمون همین طور خواستند. نه تو و نه من حقوق سوال دادن رو نداریم. فهمیدی؟ خوش آمدید جنابان. جناب سبا را دیدن میخواهیم. حاضر رفته خبر بدیم. خب رفته خبر ده. تو اینجا من پسرم. بله پسرم، تو همراه ما نداروی بهتر است. پروا نکن. مادر دکتر حال هم در دستت. حساب برابر است. که اگر نقل کند احوالمان بد می شود جناب سبا. سرمان از بلا خلاصی نمی یابد، حالمان بد می شود. اگر نیتی گریختن کنیم به کجا رفتنمان را نمی دانیم. نترس، این حال سربازان با عملیات های دیگر مشغولند. به این نزدیک ها به دهن نمی آیند. جناب، آقای زینال همراه یک چند رئیسان ده اومدن. دارم با اونجا دارم. سلاحات را گیر، زودتر. وای 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 وای. خوش آمدید. مرحبا. خوش باشید جناب سبا. و علیکم السلام. خوش آمدید. مرحبا. خوش آمدید. خوش باشید جناب سبا. مرحمت. همه شمایان را یک جا دیده خوشحال شدم. مرحمت گذارید. مرحمت گذارید. خوش آمدید. گذارید. مرحمت. ایوا چرا راسته ساده اید؟ زود برای مهمان ها یگان چیز آماده کنید. یگان چیز لازم نیست سبا. مسیحت هم را میکنیم و میرویم. مگر این خیل میشود آقای زینال؟ پسرم یک کرسی آوردن جا گذار. زود رفته تیاری بینید.
خوش اومدید خوش آمدید خوش باشید خوش باشید خوش آمدید از آمدنتان شادم خوش آمدید مرحمت کنی گپ زنید میخواهیم که تشکیلات مادر دکتر را همراه معلم زینب آزاد کند فکر میکنید تشکیلات سخنی مرا گوش میکند؟ جناب سبا ما همه چیز رو میدونیم به خدا خطا میکنید جناب سبا لیکن مردم این طور نمیگویند از نام برآوردن جان برایت بهتر است آقای دکتر و معلمه برای این دهه ها کارهای خوبی زیادی کردند دکتر حتی پسر شما را هم از مرگ نجات داده بود جناب همه کردیم با هم برادریم یا تشکیلات این دو نفر را میدهد یا اینکه کار با خونریزی می انجامد این را دانستمان جناب سبا برادران شما با من چنون گپ میزنید که گویا من آدمی تشکیلات باشم ما گپمان را گفتیم جناب سبا مادر دکتر و معلمه را برگردانید معلمه را نجات دادن خیلی دشوار است او شاید در آن طرفی سرحد باشد سبا دخترم را برگردانید به من کمی مهلت دهید من نیز کاری از دستم آمده را میکنم برادران شاید یکان کار کرده توانم چی گویم خدا بزرگ است زور ریکاردز تقدیم میکند ای آچای جان تنی تو پردر شده است رنگت به مثال زفرازه شده گم شده ای من دیگه نمیشه پیدا او رفت و از روزهای نزدیک البومی نوی جمشید نیازنی رو میتوانید از استودیو زور ریکاردز دسترس کنید او رفت و از این شهر مرا گذاشت و تنها او رفت و از این شهر مرا گذاشت و تنها اگر او را کشم گریان شوشم میکند که شوشم میکند چی شد آقای زینال؟ جناب سبا مهلت خواست من خودم رفتم همه صبر کن انتظار میشویم ببینیم چی میشود انا بعد کی بودن جناب سبا رو میفهمیم باز خدا میدوند شاید بیگناه باشد به هر حال صبر میکنیم رفتیم حالا است دختر یک روز نیز یک روز تو رو میکشم کاش من هم مثل تو یک فرزند میداشتم انشالله روزی میرسد که شما هم صاحب فرزند میشوید آقای کیچه این ناممکن است دیلو من اکنون نه اویله‌دار شده میتوانم نه صاحب فرزند برای من دیر شد دیلو کاش در وقتش مرا به دوست داشته میدادند لیکن ندادند برای پول شدن ما را از هم جدا کردند دیلو من میروم کیچه یک دمیست به تو گپ دارم پسرم وقتی به سویم داد زد قلبم بلرزه در آمد اگر مادرش بودنم را میدانست مگر به من دغلی میکرد کیچه یک دمیست کیچه در کجا بودی؟ شما را در نقطه طبی فکر کرده با اونجا رفتم خالای زیلو کیچه دخترم تو گریه کردی؟
خلای زیلال. از من رنجیدید خلای زیلال؟ نه پسرم، استغفرالله. مرا ببخشید خلای زیلال. خودم روی دوره کرده نتوانستم. مرا ببخشید. زیق نشو پسرم. مادرت انشاءالله از دست آن ظالمون نجات مییابد. شما هم زیق نشوید خلای زیلال. هم برفین و هم خدیجه روزی به نزدتون برمیگردند. براتم پسرم، او را هم از دست دادم. غم نخورید خلای زیلال. برای برات یگان کار کردن نمیتوانم، لیکن برفین و خدیجه را حتما نجات میدهیم. برفین دخترم، برفین التجا میکنم مرا رها کن. کنشینید، بهوده زاری و تولو نکنید. با شما کمک کردن نمیتوانم. مجده، احوال مراد خوب نیست، تو را دیدن میخواهد. تو اینجا مان. کنی در جایت شی. مراد باشه، با تو یک چیز میگویم. گپ زن مراد. تو دختری بوی صوفی مرا به کفن و جنازه میگرانند. التماس میکنم مرا به مثل مسلمانان به خاک سپار. میدونم گناه زیاده کردم، لیکن ناامید نیستم. هدیه خاطرم پاکیزه رود. این آخرین خواهشم است. خواهش میکنم پی مجده. اینجا بیا، نفسش رو سنج. چه شده؟ مرده است. بدری، مراد مرده است. بیا برانیم. او رو کجا میبرید؟ و کجا میشد؟ برای گرانیدن. چی خیلی برای گراندن؟ زود باش مجده. مسلمان رو همین خیلی گرون. باز چطور میگراندیم؟ مراد وصیت کرد که او رو به تورات و جنازه نگرونه. در اینجا هم مرا همین طور میگرونند. در کجا میگردید؟ این آدمان کجا شدن؟ در کجایم؟ در کجا میگردید حیوان ها؟ کجا میگردید؟ کجا؟ همینجاییم سینو. در کجا میگردید؟ لبه سینو. تو در کجا بودی؟ مراد مرد، او رو برای گرونیدن بوده. تو با مرده ای مراد چیکار داری؟ چیکار داری؟ تو باشید راه گردید. حیوان ها گذارید. مادرم گذارید. مادرم گذارید. کجاست این زن؟ زن را گریزاندید ها. همتون را نابود میکنم. تو را باشد آتش میزنم.
کچا چی میخواهی؟ برای خاموشی ایستادن من رو جر زدی. گپ زن آخر. تنها با تو صحبت کردن میخواهم. در کدام موضوع؟ چیکار میکنی؟ تو یک به من نگاه کن. کچه سلاح بد است. میدانم مرا گناهگار میکنی، لیکن خودت میدانی سببکاری همه این کارها پدرت است. بهانه نجوی یشر. من به خاطر تو شده تا به حال به کسی دیگر خانه دار نشدم. از خانه گریختم. تو را در کوه انتظار شدم. پدرت هر دویمون رو هم میکش کچه. از مرد ترسیدن عشقمان رو نابود ساخت یشر. من از روی تو شده سیلا به دست شدم. حیاتم سو. تو باشی چیکار کردی؟ کچه رو از فکر و خیال دور ساخته اویله دار شدی. صاحبی زن و فرزند شدی. اما نتیجهش از یک طرف زن و فرزندانت یشر، از طرف دیگر باشد کچه سیلا به دست. حقیقتش معلوم نیست یشر. درباره همین گپ میزنیم یشر. من اویله کسی رو ویران کرده نمیخواهم. هر کس با راه خودش. چیزی که گویی حق است کچه، لیکن من تو رو فراموش کرده نتوانستم. وای وای وای، عاشق و معشوق رو بینید. چی شد؟ چرا گریه میکنید؟ تو کاردار نشو. با تو چه فرق دارد که چرا گریه میکنم؟ ببخشید، با شما کمک کردنی بودم. دیلو مرا ببخش. انسانی در کوه زندگی کرده حتی طرز سخنرانی رو فراموش میکنه. با یشر روبرو شده، با هم صحبت کردی. از همین سبب گریه میکنم. درباره هر دویتون بسیار شنیدم. در ده پیوسته نقل میکردم. من آن وقت خردسال بودم، لیکن در خاطر دارم آقای یشر بسیار عذاب کشید. بعد پدرش رو مجبورن آیله دار کرد، لیکن خوشبخت نشدم. به قریبی پسری کلانیش گریخته به تشکیلات همراه شد. دلو بگوی، تو دوست داشته داری؟ گفتن نمیخوایی، اما با کسی عاشق بودنت معلوم است. با تو یک چیز رو گفتنی هم که با قلبت گوش کن. از عاشق دست نکش. با او خانه دار شده خوشبخت شد. همه ای آرزوهای انسان عملی نمیگردن اپای کچه. دیلو داروهای کودک رو میدهی؟ البته آقای طاهر، البته. شما رفته استراحت کنید. جانکم. غم نخورید آقای طاهر. انشالله به قریبی هم مادرتان و هم زینب به نزدتان برمیگردم. نمیدونم دیلو، نمیدونم. آمدند. زود باشد، زودتر باشد. ابلهان این نودبرا زودتر. با یک چند نفر رفته آن زن را یابید. زودتر باشد. از پسش شوید. تل و تیپه نمانده همه جا را کابید. روید زودتر، روید تا نیابید بر نگردید. روید ابلهان این نودبرا. چی واقع الهام؟ پنیرها رو با ماشین بار کردن می‌آورند. این دفعه بارها رو در کجا پنهان میکنیم؟ از همه جای به خطر اینجاست.
برای همین فکر میکنم در خونه شما پنهان کنیم بهتر است. شما میدونید که این خیلی خطرناک است. بله، اما حالا چاره دیگر نداریم. پنیرها به قلبی رسیده میآیند. چه خیلی که نباشد از این هیچ کس شبهه نمیکند. 1 ساعت پیش از نماز بامداد پنیرها رو به خانه بیار. اگر مبادا یگان کس دید برای زادروز تحفه فرستادن میگویی. فهمیدی؟ فهمیدم. الهام. یک زن از تشکیلات گریخته است. او برای آنها خیلی مهم بوده است. مایلش. چه؟ از تشکیلات یگان خبر هست جناب سبا؟ هست آقای زینال. به خدا به خاطر تو با تشکیلات جنجال کردن دکتر. معلمه رو نمیدهند، لیکن بر عوض کیچه مادرت رو برمیگردانند. کیچه به دولت تسلیم شود جناب. خودت میدونی دکتر، آنها سلاح به دستند. از آنها ترسیدن لازم. از دستشون هر کار می آید. اگر کیچه رو ندهی شاید مادرت رو به قتل رسانند. از من تنها گفتن. میرویم. چه؟ با فکرم اینجا نیست. من با دیگر دیگه اومدم. من دیگه آبی کلان رو می جویم. چطور به اونجا روم؟ جواب دیگه داخلی. خانم به تو جواب دادن نمیتواند. هم کر است و هم گونگ. هم از عقل بیگانه است. بیچاره. شما کیستید؟ نه ترس خانم، من امام همین دهام. من دیگه آبی کلان رو می جویم. آبی کلان خیلی دور است. معلوم است که دوچار یگان ناخوشی شده اید و این جایها را نمیدانید. من مادر دختری دیگه آبی کلانم. مادر دختر؟ بله. تا جای من میدانم مادر دختر را سلاح داران برده بودند. بله، لیکن من از دست سلاح داران گریختم. گریختی؟ من باید به دست پسرم روم. خواهش میکنم به من کمک کنید که به دیگه آبی کلان رسم. در این بی وقتی رفته نمیتوانید. در تاریکی کوهها خطرناکم. امشب در خانه من مهمان شو. پگاه نفری را همراهت میفرستم. تو را به نزد پسرت میبرد. بیا با من. رفتیم. خانه من در آنجاست. خانم من در این دیه 10 سال باز امام هستم. از من نترس خواهرم. بایلش آقای امام. امشب مهمانتون میشوم. کاری درست میکنیم. بیا رفتیم. بیا. در حوله رئیس لطه سرخ آویزان است، یعنی سربازان به ده آمدن. به ده رفته نمیتوانیم. حالا ایز مجده، اگر مادری دکتر به ده رفته باشد تو مردی. به ده رفتن یا نرفتنش رو از کجا میفهمیم؟ هیچ گپ نه، به خانه سبا میرویم. در آنجا شبا ما رو روز کرده یک بار وضعیت رو میفهمیم. خیزید همه تو میرویم. راه گردید بچه ها، راه گردید. کزبان اینها چی هست؟ چه خیلی که میبینه دیر باسد؟ من اینها را خیلی دیگر فکر کردم. چرا اینها را آویختی؟ دافن اینها را. تو چیکار کردی؟ چرا همه اینها را سرخن؟ احمقی بفهم از سرت مارد این رنگتمو لیبادت هم. فهمیدی؟ آن رنگی ما سرخ باشد عبی من چی؟ جمعت را گیر، مرا عصبی نکن. پدر با شما چی شد؟ باری دیگر به اجازتی من یکان لیباس نمیآویزی. فهمیدی؟ ای عقل اینها رو چرا خشک میکنم؟ اول رفته خانم رابیه رو میگیریم، بعد برای زینب مبارزه میبریم. اگر کیچه قرارگاه رو به سربازان نشان دهد زینب رو هم نجات میدیم. راست میگوی حامد، لیکن آنها از کیچه دست نمیکشند. فکر کردنتان بیهوده است. بهترش من رفته به تشکیلات تسلیم شوم. نه دخترم، تو را میکشند. برای نجات خانم رابیه راهی دیگری نیست. تو چی فکر داری دکتر؟
рафта ба сабо гӯед ки кечаро ба ташкилот месупорем. ин чӣ хел мешавад писарам? кечаро дидаву дониста ба ҷои марг мефиристем? خودت گفته بودی که برای آرام و آسودگی منطقه‌مون کچه را باید به سربازان سپاریم. داماد گفته بودی که معلومات‌های دانسته کچه خیلی مهمند. من اونو درست فهمیدید. نخود کچه را به سوی مرگ فرستیم. این از روی انسانگری نیست. میدونید من یک فکر دارم. با اونها دو میگذاریم آقای زینب. آدمانمون راه کمی پیشتر به جایی که کچه را باید دهیم میبریم. اگر سینان را با آدمانش دستگیر کنیم کچه را به آنها نداده زینب و مادرم را گرفته میآییم. انشالله. شاید برفین را هم نجات دهیم. البته. اپای کچه مادرتون اومد. مادرم اومده. بیایید رفتیم. مادر دخترم، مادر جوهر جانم. کچه در اینجا بودنم راست کجا فهمیدی؟ همه این رو میدانند. کچه در دهه آبی کلان است میگویند. به سربازها تسلیم میشوند میگویند. مادرت قربانت شود دخترم. اگر مثل گفتت شود برفین را هم گرفته بیاریم. همین توانی پسرم. البته خاله زیلال. تشکر. یعنی تسلیم میشوی؟ خوب فکر کردی؟ او هم خواهرت حساب میشود. دختر جانم. همش با عیبی. انا همین ابله شد جناب سبا. کاری بد شد سینان. از پسش رفتیم لیکن گویا به زیر زمین فرو رفت. یک باره نیست شد. من با سردارانم وا خوردم. بری وزی مادری دکتر کچه رو گیرید گفتند. این زن حالا در کجاست؟ در دهه آبی کلان. شاید کایها به نزد دکتر رفته باشد. این طور که باشد کچه هم به سربازان تسلیم می شود و بعد حیاتمان می سوزد. ایست. اگر چونی می بود دکتر داد و گریفت رو رد می کرد و به رئیس هم خبر می داد. آن زن به دهه نرفته است سینون. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. السلام. السلام علیکم آقای امام. خدا از تو راضی باشد پسرم. پنیر در راه سحری بر وقت اینجا می شود. با دقت باشید کسی شبه نکند. اگر دستگیر شوید نقشه 100 ساله همون برباد می رود. خاطر نشوید همش خوب می شود. باری اول نیست که این کارو میکنید. چی نگاه میکنی؟ کنی رو از اینجا. رو گفتم. دف شو از اینجا. دف شو. آبلا. تو کسی؟ از من چی میخواهی؟ خدایا مرا از این دیوانه نجات ده. باید هرچی زودتر مادری دکتر رو یابیم سینان. میدانم جناب سبا میدانم. جناب آقای زینال و دکتر می آیند. چی؟ باز پیدا شدن. زودتر آنها را هیچ روز ندادن. بیا مجده. وای مرحمت درایید. مرحمت گذشته شدید. مرحمت. وقتی نشستن نداریم جناب سبا. برای با شما شرطنامه گذاشتن آمدیم. خوب بسیار همکاری خوب کردید. ما یک شرط داریم. چه شرط؟ کچه رو نمیکشند. با خدا اینش در دست من نیست دکتر. من در بین تنها یک میانه روم. لیکن شرطتان رو میگویم. مادامی که چنین است از شما خبر را منتظر میشویم. مایلش شما از من خبر را انتظار شوید. ایباد مهمانان را گسل کن. خیر خوش آمدید. رای سفید خوش آمدید. باز بیایید.
باز بیاید. سینون برای کیچه رو دادن راضی شدن. برای واسش ما چی میگیم ها؟ اگر کیچه رو گرفتن نتوانیم سرمان در بلا میماند. معلوم میشود باوری دارم که آن زن حالا هم در دستی من است. یعنی چی طور؟ نمیدانم که کیها گریخته است. خیز مجده خیز. نگرید خب نگرید. اگر سری یگان کس را اینطور پوشانده بریم دکتر از کجا میفهمد که او مادرش نیست؟ یک نفر را مثل مادری دکتر میکنیم و تمام. از دور نمیفهمند، لیکن وقتی که نزدیک آمد میفهمند. که چرا بینیم کافی جناب سبا از دور او را به قتل میرسانیم. تمام. این وقت برای تشکیلات مرده و زنده کیچه یگان اهمیت ندارد. گیر خور نهاری نکرده میروی یشر؟ نه نمیخورم دیر میمونم. من رفته کمزیلت رو بیارم. شیر بچه های پدر یشر هوا خونوک از کمزیلت رو پوش. تشکر پیچه پدر جان همراهه. نه یگان وقت دیگر. پدر جان روه. نه پسرم دیر ماندن خوب نیست. یکان وقت دیگر مایلش. بخیر است انشالله. زنجه چکار میکنی دفعه کیچن؟ او زن دارد ای نیست مدر؟ تو چی ها میگویی؟ چلای؟ آقا یشر اویله دارد. اگر زنش فهمد میدونید شما رو چکار میکند؟ تو چی گفته ای صدای احمق؟ چی شده است؟ بگذار شنود. ما را دیوانه نکن که از دهانت میپرانم دختری رئیس. تمام اپای کیچه. با خدا دیگه چیز نمیگویم. کیچه زود باشید های دیوانه تو در اینجا چی میکنی؟ کمی را از اینجا دف شو. دیوانه ابلا چی شدی هم؟ نه هیچ کم نه. باز همون دیوانه. مسئله رو حل کردی؟ حل کردم. یکون کس شما رو تعقیب نکرد. هیچ کس تعقیب نکرد. بیاید آهسته آهسته تر احتیاط کنید. بیاید به انبار درارید. احمق شما چیکار کرده؟ برادرمون تکی مادر ترکیده. احمق مبادا اگر میترکی از تو نگاه کردم میایی. در اینجا چی کرد؟ آوازتان رو شنیده خلاصی شدم. در اینجا چی واقعیه؟ درا گفتم خانم درا. خدایا من به کجا افتادم؟ این آدم ها کیستن؟ نقشت خوب لیکن برای کیچه را پراندن یگان نشانزنی ماهی لازم. میرزا لابسینم انا همین پهلوان از عهده کار میبرد. جناب سبا شما کیچه را مرده فکر کنید. خوب پهلوان آفرین. رفته خوراکت رو خور. بخیر است زیکو؟ جناب میخوام پرسم که یگان چیز لازم نیست. نه لازم نه. خب اشتهای تام. به شما اشتهای تام. با کجا مجده؟ رفته کمی استراحت میکنم سینم. وقتی که پرنده بریم خوردی عقلت هم مثل پرنده میشود. تو دختر رو با حالش گذار سینان.
وقتای آخر از حد گذرانده ایستاده است. از او زودتر فدایی آماده کرده خلاص شویم بهتر. خدایا من در کجایم؟ از اینجا گریختن لازم. در محکم است. باید راهی برآمد باشد. کچه دخترم بیا به خانه در را کمی خواب کن. از این پس جای خوابی من بین 4 دیوار می شود. خالای زیلال برایتان خوراک آورده بودند. تشکر. اشتها ندارم دیلو. بسیار فکر نکنید. انشالله پگاه مادرتان نجات می‌یابند. پگاه چی شدنش را نمیدانم دیلو. اما پگاه برای همه روزی دشوار می شود. اینجا خانه تشکیلات است. امام هم آدمی تشکیلات بوده است. مرا ترساندید. در اینجا چیکار میکنید؟ شما رو میپرسند. تمام اکنون رو تمام. تلفنات را خدا میارن. تو را کسی نبینم. اکنون کارهایم را یک سو گذاشته انتظار شوم که کی زنگ میزند. انا الو رئیس. شما را خیلی پزمان شده با آقای عثمان. در کجاها میگردید؟ شعباز با من گوش کن. مادری دختری دهاتون از دست تشکیلات گریخته. خود چی شده پدر؟ هیچ چیز نیست. نباید اینجا. رو گفتم آقای عثمان یک دقیقه رو برا گفتم اینجا. برا ما میرم برا. الو عذر میخواهم. این را از کجا بدانید؟ زن در خانه من از شعباز رفته به تشکیلات خبر ده تو اومده او رو برم. شد فهمیدم. من خبر بدیم.
گوش کنید با چی کار مشغولید یا اینکه حال هم به طهارت نماز میخونید با امامی به طهارت نماز رواز نگر. من که طهارت داشتم که حاضر طهارت داشته باشم. ای مایلش حالا وقت شوخی نیست. تا بازدید. خیر سلامت باشید تا بازدید. اوه پدر شما این تلفن از کجا افتید؟ کارت چی ها؟ گوش کن اگر در این باره به یگون کس گویی زبانت رو کنده میپرتایم دانیست ما. فهمیدم پدر به هیچ کس نمیگویم. با فکرم خبر آوردم. سینان سیروزی در خرابازار میشد آقای دکتر. مادرم رو هم میارن. ها از دخترم از زینب یگان خبر نآوردی پسرم؟ نه معلم رو نمیدهند. چو آقای حمید سیخ نشوید. اگر سینان رو دستگیر کنیم زینب هم نجات بیابد. بیایید هر چه زودتر به خرابازار رفته جایهای ما رو گرفته خاینان رو مقتدر شویم. کاش صفمون از این زیاد میشد پسرم. صفمون الکی زیاد شد. همه ایمان نیز با شما السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام خوش آمدید. من هم رفته آدمانم رو میارم. میلش روید. بید رفتیم. من به درون میدارم خدای زیبا. که چه؟ تو میترسی؟ نه خدا آدمی در کوکشته ترسد. من میترسم که سینان باز یگان نغمه نکند. گیر کنی میرزا خودت را نشان ده. خواهین را به قتل رسان. پروا نکنید سینان. همین خیلی میشود سینان. حتی دکتر مادرش را نمیشناسد. آفرین مجده آفرین. سینان اینجا بیا. یک گپی مهم دارم. به خیر از جناب سبا چی شد؟ رئیس دهه آبی کلان زنگ زد. مادر دکتر را یافتند. چی گفتید؟ حالا در کجاست؟ در خانه امام دهه قرطاش بوده است. آن امام کیست؟ آدمی ماست؟ تا امروز باری هم نامش را نشنیده بودم. اینش را من هم میدونم. تو این رامون کسی که نباشد به ما چی؟ به فکرم از دوستان رئیس است. مهمش مادر دکتر باز در دستمون. ما اول رفته کاری که چه خواهی را حل کنیم جناب سبا. بعد از پس مادر دکتر بشویم. منو که چه همینجا انتظار میشویم. آدمان اطراف رو با میترینیم در را احاطه کنند. وقتی که سینان آمد اطرافش رو احاطه کرده در را محکم کنید. سینان یگان راهی گریز نیابد. بله نباید راه یابد. به غیر از تسلیم شدن دیگر چاره ندارد. 2 نفر را همراه دکتر مانید. دیگران همراه من. رفتیم برادران. رفتیم. آقای یاشار شما من همراهی که چه هستم. کی میدونه چی میشود؟ در یک جای نزدیک پنهان شوید. فهمیدید؟ فهمو. بیایید رفتیم. کاش من هم با آنها میرفتم. از دست شما چی میآید خدای زلول؟ پسرم طاهر را تنها نمیگذاشتم. شما آقای طاهر را مثل فرزند دوست میدارید؟ ها البته دوست میدارم. لیکن خدای زلول با او مثل فرزندتان مناسبت میکنید. آدمان آقای زندل کجا شدن؟ برای چی در ده کسی نیست؟ که چرا داده خانم را بیارو میگیرند. به من گوش کن. این دکتر بر زیر تشکیلات سر بالا میکنند. فراموش نکنید که یگان روز بر سری هممون بالا میارن. رئیس به این هم تشکیلات بلاهای زیادی را به سرمون آورد.
زود باشد بچه ها، زودتر. آیسته ایستید. میآیند، در آنجایند. میرزا اینجا بیا. الله بسینو. فراموش نکن اشاره هم را انتظار میشه. بله سینو. رفته جایت را گیر. کنی رو زودتر باش. بندها را سوس بندید که کشادنش آسان شود. نترس، هیچ چیز نمی شود. وقتی صدای تیربارانی را شنیدی خودت را زود به زمین بردار. زودتر مژده، زودتر. با دقت باشید. خاموشید خانم، آزتان رو نبرارید. از من چی میخواهی؟ من رو در همینجا انتظار شوید. دقت باشید. احتیاط کنید. احتیاط کنید. تو در اینجا چیکار میکنی دیوانه؟ دیوانه نه آقای امام، بلکه مبارزه بر ضد جنایتکاران. بدمین قاتل بدمین گذار، بدمین گذار. نجوم بچه‌ها، خاموشید، نجوم بچه‌ها. من ایمامی ده خراتوش. برای جاسوسی کردن با دولت‌های خارجی و فروش یراق و اسلحه و ماده‌های ترکنده دستگیر شدید. امام جاسوسی کند و دیوانه‌ها بیکارستند. در اینجا آقای امام دیوانه‌ها زیادند. از من چی میخوایی؟ من چی گناه کردم؟ 10 سال است که زیر نظارت قرار داری. اگر گناهایت را حساب کنیم باز 10 سال دیگرمان میگذرم. رهایم کنید، من بیگناهم. من را مجبور کردن. من امامم، باور کنید من. یعنی بیگناهی؟ برای که کار کردنت را میدانیم. نه تنها امام بلکه یک جاسوس دولت‌های شرق بودنت را هم میدانیم. خلق ترک را با کرد و کرد را با ترک دشمن ساختنت را هم میدانیم. بدین بودنت را هم. در انبارخانه یک زن است، او را بیارید. اینها را برید. در انبارخانه کسی نیست سردار؟ چهل نیست؟ دیدم هیچ کس نیست. خانم چرا گریختید؟ گذارید جایهایتان را گیرید. با دقت باشید. کچه خاموش ایستید. چرا روی مادرم رو پوشوندند؟ دکتر، ببین مادرت را آوردم. بیار. اکنون کچه را فریست. سینان، چرا روی مادرم را پوشوندی؟ نباید جای آمدهش را بینه دکتر. مادر خوبید؟ مادر جواب دهید. خوب هستید مادر جواب دهید. خوبید؟ دهانش بسته است، جواب نمیدهد. سینان، روی مادرم را کشو. رویش را خودت میکشایی دکتر. خالای را بیار فریسینان، من میروم. بیا که چه خواهین بیا.
سال 2011 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.